با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. تو این برنامه میخوایم استندای موتور رو برای شما معرفی بکنیم. استندایی که مشاهده میکنین از یه طراحی بسیار زیبا و محکم برای این کار استفاده شده. یه پایه مورب علاوه بر زیبایی خاصی که به این استند داده، استقامت بسیار بالایی رو به همراه داشته. لچکی هایی که ما برای بالا و پایین این کار زدیم فوق العاده استحکام این استند رو بالا برده. موتور بندایی که برای این استفاده شده از ورقای با ضخامت بالا استفاده شده، یاتاقاندار هستن، یاتاقان شماره بزرگ، شفت فولادی و یک گیربکس با یک دسته نرم و روون که امکان حرکت دادن این استند رو به راحتی برای ما ایجاد میکنه. یه آداپتور برای گیربکس ها طراحی کردیم، مشابه نداره، نمونه داخلی و خارجی نداره. این آداپتور طوری طراحی شده که شما انواع گیربکس ها رو بتونین به این آداپتور ببندید. قابلیت تحرک داره، میتونه به طرفین باز و بسته بشه، عقب جلو بشه و تمامی پیچایی که روی گیربکس ها هست به نحوی روی این سوار میشه و شما خیلی راحت میتونین هر گیربکسی روی این سوار کنین و کار تعمیراتش رو براش انجام بدین. این استندا طوری طراحی شدن که به راحتی باز و بسته بشن، بسته بندی و ارسالشون خیلی اصولی باشه، سینیاشون دو تیکه هستن، تخلیهشون راحت تره. در این استندا چرخهایی که استفاده شده چرخهای بسیار محکم و قدرتمندی هستن. چرخهای عقب و ترمزدار گذاشتیم، چرخهای جلو رو گردون گذاشتیم که اپراتور بتونه اینو هر جایی که بخواد به راحتی ببره بیاره، هر جایی هم که دوست داشته باشه چرخها رو قفل کنه و کار تعمیراتش انجام بده. گیربکسی که برای این استند در نظر گرفتیم گیربکسی هستش که تو هر زاویه‌ای شما موتور رو بخواید باز کنین یا ببندین گیربکس حرکت نمیکنه، یعنی امکان برگشت گیربکس رو ما تو این استندامون به هیچ عنوان نداریم. مدلایی که میبینین کنار هم چیده شده، این مدل‌ها با پیچ و مهره بسته میشه، تمامی این استند با پیچ و مهره بسته میشه، یعنی جوش نیستش، استقامت بسیار بالا و زیبایی خیلی خاصی رو به این استند داده.